ربنا وجعلنا مسلمین لك، دعا میکنه ای پروردگار ما وجعلنا ما را بگردانه. این سوم دعاست. کدام سوم دعاست؟ چی دعا میکنه؟ پروردگار ما را بگردان مسلمین لك، پابند و تابعدار نظام تو. کدام نظامی که تو روان میکنی ما را تابعدار از او بگردان. و من ذریتنا، از اولاد ما امتا مسلمتا لك، یک جماعت که مکمل پابند نظام تو باشه. الله دعوتی ما را آتشش خاموش نسازی، روشنیش خاموش نسازی. در عمره در جمله ذریت های ما یک جماعت پیدا بکنی. پیغمبر هم میگه لا تزالو چیسته فی امتی طایفتون فی امتی، همیشه یک طایفه امتی ما هسته که چی است؟ قائمین علی الحق، همیشه پابندی چی است؟ دین است. این دینی طور نیست که مردم بدعت کلگی بدعت شوه، یک نفر سر میکشه، یک جماعت پیدا میشه که لا یخذلهم چیسته من خذلهم، که یارا ذلیل نمیتونه، حقیر نمیتونه کسی که در صدد ازی میشه که یارا ذلیل بکنه. نمیتونه ذلیل، یقینا دیدیم ما، یقینا که ذلیل نمیتونه. اولا یخافون لومة لائم، از کسی هم نمیترسه که یارا ملامت میکنه. امروز ملامتی ها زیاد است یا نه؟ شما که عمل به سنت رسول الله میکنه چقدر تاپا سرتون نگانده میشه؟ مقبره رقم جدا میکنه. در این روزای پیش یک زن وفات کرده بود، اولادش اسقاط نکردن، قام در مسهری مقبره اعلان کرد که دیگه از ما شما چی؟ خطا بود. بره بخیر. چرا؟ که تو عمل به سنت رسول الله میکنی، بدعت عمل نمیکنی، ما دیگه قطعت چی نداریم. خب قرآن کریم میگه این جماعت الله اینطور قوت میده، قلبش اینطور مستحکم میکنه که در برابر اینی میگه پا ادناترین تردد خرج نمیده، ایک پایش متزلزل نمیشه. الحمدلله موحدین قوم بالکل کشیده، در مسجد نمانده، در جنازه شریک نشده، خب موحد مانده. موحد چی مانده؟ ما همین قدر قبول نکنیم. انبیاء علیهم السلام سابقه ما شخصیت بزرگوار و والا ابراهیم خلیل الله و بعد از او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یارا مردم در وطن نمان دیگر را خب بگذار، قومیداری را بگذار، حق زندگی را در خانهش برش ندار. برای ما باید نده خود سری دین چی بکنیم؟ قربانی بدیم، غیرت بکنیم. باید همینطور باشه. ابراهیم خلیل الله دعا را کرد، الحمدلله یک جماعت پیدا میشه مسلمه. بزرگترین تنظیم ما کدام است؟ اسلام. مذهبی ما کدام است؟ تو در کدام مذهب هستی بگو در اسلام، بس دیگه مذهب وجود نداره قطعا. وقتی که برات گفتم مسائل فروعی کدام مسلکه، هر عالمی که رأی و نظریه اجتهاد یا استنباطش موافق حدیث یا چی سازگار با حدیث پیغمبر باشه امور میپذیره. از هر کس کی باشه در مسائل اجتهادی، در مسائلی که نص وجود نداره، اجتهاد، عرق ریزی، کوششی هر عالمی که ولو هر کس باشه که با قرآن و حدیث قرین موافق باشه امور میپذیرم. گپم است. و ارنا مناسکنا دو معنا داره، نشان بده برای ما سه معنا، بلکه برای ما نشان بده مناسکنا اعمال حج ما را که ما در حج کدام مراسم انجام میدیم. و تب علینا رجوع رحمت بکو در انجام یمی عبادات و مراسم حج. اگر از ما قصور کوتاهی میشه الله تو رجوع رحمت سر ما بکنی، بر تقاضای رحمتی از ما بپذیری. الله اکبر، چه عاجزی بزرگ است. عبادت میکنه اما میگه الله اگر از ما نقصان میاد تو از این ذاتی که رحمان هستی تو بپذیر. دوم ترجمه و ارنا بر ما نشان بده مناسکنا جاهای حج ما را که کدام جای عبادت حج شوه. و تب علینا رجوع رحمت سر ما بکن. این دو ترجمه. سوم مناسک راه و روش عبادت است. خودی مناسب کلی عبادات هم میگه. و ارنا ما را نشان بده مناسکنا عبادات ما را کلی عبادت را یک. و ارنا مناسکنا دوم نشان بده ما طریقه و طرز عبادات ما را. معلوم شد که ابراهیم خلیل الله میگه عبادت برای خود طرز و طریقه داره، خود آدم ساختن نمیتونه. پیش گفته بودیم که اصل در عبادت چیست؟ توقف. چی است بگوی؟ ما از خود ساخته و پرداخته نمیتونیم، وقتیش تعیین نمیتونیم، مقدارش تعیین نمیتونیم، جایش تعیین نمیتونیم، کیفیتش تعیین نمیتونیم تا که شریعت برای ما تعیین کنه. کی تعیین کنه بگوی؟ شریعت. ابراهیم خلیل الله امی دعا را کرده. نماز بخوانیم کیفیتش چی رقم باشه؟ حج میکنیم کیفیتش چی رقم باشه؟ روزه را میگیریم کیفیتش چی رقم باشه؟ کدام وقت باشه؟
نه معلوم شد که عبادت ها از طریق شریعت تعیین میشه. و تب علینا رجوع رحمت بکو بالای ما انک انت التواب الرحیم، یقینا تو الله انت تو نکسی دیگه التواب بار بار رجوع رحمت میکنی یا بار بار میپذیری توبه ما را، الرحیم و رحم کننده استی که کسی توبه بکنه بعد از او رحمت شامل حال از اوسته. یعنی هر قدر قدم پیش میمانه الله تو هم مهربانی تا زیاد قدم میری. ربنا و بس فیهم رسولا، امت مسلمه جماعت مسلمان وقتی سالم باقی میمانه که رهبری سالم داشته باشه. کی داشته باشه؟ رهبری سالم داشته باشه. ابراهیم خلیل الله رهبری سالم دعا میکنه، وظیفه‌ش هم مشخص میکنه که رهبری سالم چی وظیفه و مسئولیت داره. ربنا پروردگار و بعث بفرست فیهم دبینشان بفرست. فرستادن این را میگه اصل از قبر زنده شده نمیگه، بعث بعد الموت که میگیم نه، پس از مرگ بگوی زنده. اینجا پیغمبرش چرا میگه که بفرست؟ کس خود نمرده، بله جامعه مکمل مرده، تمام تاریکی ها جامعه را فرا گرفته، اخلاق مرده، اعمال صالح مرده، عقیده صحیح مرده. پیغمبر میاد این میگه پارا پس چی میکنه؟ زنده میکنه. ربنا پروردگاری ما و بعث بفرست فیهم دبین خودشان. چی را بفرست دبین خودشان؟ رسولا یک پیغمبر منهم که از جنس خودشان باشه، یتلو که تلاوت کنه علیهم بالایشان آیات که آیاتای تو را، و یعلمهم الکتاب تعلیم بده برشان کتاب، والحکمت اسرار مسائل دانشه، والحکمت حدیثه، و یزکیهم یارا پاک بسازه ده عقیده ده عمل ده اخلاق. انک انت یقینا تو الله نکسی دیگه العزیز و زبردست ذات استی، مانع اراده تو کسی شده نمیتونه. الحکیم و حکمت والاستی که تو جهت امتیازات میشناسی که چه قسم پیغمبر بیاید. ابراهیم خلیل الله دعا کرده که یک شخصی را دعوتگر در بین جماعت بفرست. چه مسئولیت داشته باشه؟ تلاوت کتاب الله، بعد از او تعلیم کتاب الله، حکمت، بعد از او تزکیه. از این 4 نقطه تعبیر به تعلیم و تربیه میشه. چی میشه؟ تعلیم و تربیه. در قرآن کریم 4 آیت امی رقم میآید. تنها امی آیت است که به ترتیب طبیعی ذکر شده، اول تعلیم بعد از او تربیه. 3 آیت دیگه اول یتلو علیهم کتابک و یزکیهم آمده، تربیه را مقدم ذکر میکنه، اشاره به این میکنه که اصل هدف چی است؟ تربیه است. انسان ها هم به تعلیم ضرورت دارن به تربیه، خود تربیه فرع تعلیم است. تا که تعلیم نباشه تربیه خود اصل هدف ارسال پیغمبرها، روان کردن پیغمبرها چی است؟ تربیه دادن انسان ها را بگوید انسانی واقعی ساختن. انسان ها را چه رقم انسان ساختن؟ بله، یک زندگی صحابی را مطالعه کن، اوائلش و آخری زندگی صحابی را مطالعه کن که صحابی در اول چه رقم زندگی داشت، عقیده چه رقم داشت، عمل چه رقم داشت، او اخلاق چه رقم داشت. و یک مرتبه در اواخرم یک صحابی را تو حال زندگیش مطالعه بکن که حالی چی عقیده داره، حالی چی عمل داره، حالی چی اخلاق داره. پیغمبر معاشره خود که صحابه کرام بود در کدام معیار ساخته بود؟ بیای قرآن خو میگه که هدف روان کردن پیغمبرها تربیه است. تربیه بعد از تعلیم است. پیغمبر تعلیم داده، بعد از او تربیه به وجود آمده. آل انسانای واقعی گشته، انسانایی که معیار برای ایمان دیگرها، اعمال دیگر، اخلاق دیگرها گشته. اگر دیگرها به مثل ایمان صحابه، به مثل عمل صحابه، اخلاق صحابه پیدا کردن، واقعا مومن شمرده میشه، مومن اصلی. اگر نکردن نمیشه. پس او قومی که میگه که نه شاگردای پیغمبر کلی عمر پیغمبر هدر رفته، نعوذ بالله، پیغمبر نعوذ بالله از مولی متوکل کدم مرتبهش نعوذ بالله ناچیز بود. چرا مولی متوکل 4 روز ترجمه میکنه، شاگردش که مردم گوشتش به انگور میکنه نمیگرده، او شاگردای پیغمبر کلش مرتد شده نعوذ بالله. این فرقه حق میگه یا باطل میگه؟ این باطل میگه. از محمد رسول الله کده که معلم و مربی الله مقرر کده شه. آیا کسی را که او تربیه داده باشه او بگرده، او مرتد شوه، او کارهای غلط بکنه، او غصب بکنه، او شرک بکنه، او ظلم بکنه؟ چه عقیده داره؟
از امو خاطر ما میگیم هر کس که نسبت ظلم، نسبت خیانت، نسبت غصب به صحابه میکنه از دایره اسلام بیرون است. چرا که الله اعلان میکنه الله راضی از ظالم نیست، الله راضی از خیانتکار نیست، الله راضی از چی؟ بگوی مشرک نیست، الله راضی از مرتد نیست. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. تو را به الله قسم دمو زیر درختی که با پیغمبر بیعت میکرد و قرآن اعلان میکنه چقدر نفر بود، کدام مردم بود؟ امی ابوبکر موجود بود یا نه؟ امی عمر موجود بود یا نه؟ امی عثمان موجود بود یا نه؟ امی علی موجود بود یا نبود؟ امی صحابه دیگه موجود بود. چطور تو خلاف نصف قرآن کریم تو آل عقیده است که غیر از 5 صحابی دیگه کلش مرتد شد. و امروز مردم ما خیشی و کسی قطش داره. جنابای دکتر صاحبای ما و مولوی صاحبای ما از پرده تلویزیون فتوای صحت نکار هم میده برش که پروا نداره. جناب دکتر صاحب، جناب مولوی صاحب، با کدام اسناد و دلیل؟ کسی که صحابه را بگوید که مرتد شده نکاح با او تر مردم درست است؟ کسی که ابوبکر و عمر را جبت و طاغوت بگوید نکاح با او کس درست است؟ کسی که بگوید که عایشه رضی الله عنها که به نص قرآن براءتش اعلان شده بگوید که زانیه است و مهدی میبره او را از قبر میکشه سنگسارش میکنه، نکاح با او صحیح است؟ جناب مولوی صاحب، جناب دکتر صاحب، در روز قیامت به الله چی جواب میدی؟ نظر به فتوای تو مردم خیشی کرده، نظر به فتوای تو مردم قطش تعلقه و رشته داری کرده. بگو مولوی صاحب جواب بده. قرآن چی میگه؟ پیغمبر مربی است، هدفی روان کردن پیغمبر تربیه معاشره و افراد امو جامعه است. شروع از کجا میشه؟ از تلاوت. تلاوت خودش مقصد نیست، تلاوت انگیزه و ذریعه برای تعلیم میشه. علوم کتاب الله برای مردم پیش میشه، عقاید، اخلاق، احکام، اعمال، تمام مسائلی که مورد ضرورت زندگی انسانی کتاب الله بیان میکنه. با این بیان شدن ما میفهمیم که یقینا طریقه زندگی ما کدام است. این تعلیم کتاب میگم. بعد از او چی میشه؟ بعد از او برنامه عملی تطبیق میشه. این تعلیم چی میگه؟ حدیث. حدیث کیسته؟ بگه کلی برنامه زندگی پیغمبر به نام چی یاد میشه؟ برنامه زندگی پیغمبر عمل بالای کیست؟ قرآن. زمانی که عایشه رضی الله عنها را سوال میکنه که اخلاق پیغمبر چی بود؟ گفت کان خلقه القرآن کله. اخلاق پیغمبر قرآن مکمل بود. اخلاق سیرت رسول الله را، سیرت رسول الله یاد کردن روزی تولد و وفات نیست، سیرت رسول الله کلی قرآن است. کلی قرآن. این در یک روزی چی میگه؟ میلاد گفته نمیشه. کل قرآن در 23 سال تکمیل شده، عمل سرش شده. تو سری مردمی خود 23 سال تیر کو، هر روز آیاتا را بخوان و عملی کو. اینی را میگه سیرت رسول الله صلی الله علیه. حکمت گپای دانش هم میده، گپای خیلی زیرکانه هوشمندانه که از علوم قرآنی مستنبط میشه. ایران به نام حکمت یاد میکنه. پس معلوم شد که پیغمبر اول تلاوت میکنه، آغاز و سرچشمه تمامی گپا تلاوت است و مردم تبلیغ است. بعد از او تعلیم یعنی مقاصدی امی مطالب امی بیان و تبلیغی تا به مردم بفهمند. باز بعد از او در میدان اول خودید، بعد از او مردم در پشت عمل بکنن. اگر این کارا شد خود به خود تزکیه می آید. تزکیه چی معنا دیگه؟ تزکیه در شریعت یگانه چیزی که وجود داره برای صفایی معاشره کلمه کی است؟ قرآن میگه و یزکیهم یارا پاک بسازه. کلمه تصوف نیست. پیر صاحبا میگه تصوف عبارت از تزکیه است. به عبارت از تزکیه است پیر صاحب؟ بله. کدام اصطلاح را، کدام کلمه را که الله استعمال کرده چی بدیده او کلمه دیدی که علی رفته در تصوف؟ تو کلمه تصوف استعمال میکنی. پیر صاحب دعوا داره میگه مراد از این عمل کرد ما زهد از زهد، بی‌رغبتی از دنیا. مردم که زیاد منهمک و دوچار دنیا و مادیات پرستی شده یارا یک کمی طرف دین میگردانیم، آخرت میگردانیم. در اسلام نامی از او به نام زهد از زهد. در قرآن کریم هم ذکر شده، در حدیث هم آمده. چرا او را تو نمیگی؟ خدا چرا زاهد نمیگی؟ چرا خدا چی نمیگی؟ مزکا نمیگی؟ تزکیه شده نمیگی؟ ما دلای مردم نرم میکنیم، نرم سخته، ولی در قرآن کریم به نام رقاق یاد شده که دلا نرم شود، طرف دین بگرده.
وعظ و نصیحت بپذیره. چی ضرورت به کلمه تصوف داریم که تو استعمال میکنی؟ خیلی خوب جناب پیر صاحب بالکل کلمه تصوفی تم میپذیرم. لا مشاحت فی الاصطلاح، در اصطلاح کدام تنگی نیست. تو یک نام تعبیر کو، من دیگر نام تعبیر میکنم. امین نانه در فارسی نان میگیم، در پشتو ډوډۍ میگیم، یا چی تیکله برش میگه در یک لغت دیگه نام، در عربی برش خبز یا رغیف گفته شود. خود تعبیر است، پروا نداره تعبیر. صحیح، خیلی خوب قبول دارم. ولی بیا بزرگترین مرشد کی بود؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب مراحل یا مراتب ارشاد پیغمبر چند چیز بود؟ تلاوت قرآن، تلاوت درست قرآن، بعد از او بیان مطالب قرآن، مسائلی که در قرآن ذکر میشه، اگر در عقیده تعلق دارد، در عمل، در اخلاق، اگر در اصول تعلق دارد، در فروع تعلق دارد، اگر در معاشیات تعلق دارد، در سیاست تعلق دارد، در اجتماع تعلق دارد، در فرهنگ تعلق دارد، در نظام خانواده، فرد، اجتماع، کلش قرآن بیان میکنه نمیکنه؟ ایره تعلیم بده. سوم بعد از خود به خود عملی کده بین مردم تمرین و مشق برش بده. پس از او تزکیه چی عالی معاشره جور میشه که نه ضرورت به محکم است، نه ضرورت به قاضی است. هر کس خود فهمیده حقی خدا، حدودی خدا، مسئولیتی خدا مکمل فهمیده. مراحل ارشاد پیغمبر چند شد؟ تلاوت، تعلیم کتاب، برنامه تمرینی یا مشقی که او را تعلیمات حدیث میگه. جناب پیر صاحب یکی از این برنامه ها را تو پیش بردی، تو را به الله قسم 1000 مریدی تست تلاوت قرآن سرش کردی؟ اگر کردیم از مریدیت سوال میکنم که الحمدلله را درست خوانده میتونه؟ در پیش قاری میشانیم که الحمدلله نمازش صحیح میشه یا نه؟ برو خب تلاوت بگذار. جناب پیر صاحب مریدی تا خب بگذار، تو خودت قرآن معنا و مقصدش میفهمی؟ یک آیت برات میگم ترجمه کو. خیلی خوب دعوای علم لدنی رم داری که ما در مدرسه نخواندیم، برای ما علم لدنی داده میشه. علم دو قسم است، یکی علم ظاهری، یکی علم باطنی. این دیگرای ملا که از علم ظاهری داره یا دیگه چیز ده میفهمه، برش به مردم چی میگه؟ آیت قرآن یکی معنای ظاهری داره، یکی معنای باطنی داره. این که مردم عمل میکنه میفهمه این معنای ظاهریش از باطنی را یا نمیفهمه. خود جناب علم عمیق قرآن علم باطنی هم داره. در یک حدیث برای من نشان بده که پیغمبر به یک صحابی همون علم باطنی و معنای باطنیش گفته باشه. بیار یک سنه. باز نعوذ بالله پیغمبر خیر علم باطنی را مکمل پټ کرده سری صحابه، او تو جنابی پیر ظاهر کرده رویستی. برو ایران قطعت قبول دارم جنابی پیر صاحب، برو مردم تعلیم هم دادی، مدرسه هم خواندی، بیا دیگه در عمل دیده شده. یک پیر صاحب در سنگر رفته، تو امر بالمعروف نهی عن المنکر کردی، در بازار برآمدی، تو خو مریدی خدا گفتی که اینجا بیا، در خانقاه بیا. در خانقاه که آمدی اموتور نبیایی، یک چیزی سوغات در جیبکت باشه. این خانقاه لنگر است، شوله را میخوری و پیسیش نمیاری؟ نه یکی برده بیا 5 روپیش مصرف کنم، 100 روپیش برای ما پس انداز شد. باز ادب برات میگه بی ادب نبی، بی ادب ادب یاد بگی. زمانی که در ویلی پیر صاحب پای تماندی، بعد از او چارغوک شروع کن. بعد از او چیسته؟ اینطوری عادی حرکت نکن، دستای اینطور پرده. خدا یک دفعه در روجا بنداز، یک دفعه در اونجا بنداز، اینطوری آمده نمیتونی. بعد از او در پالیس پیر صاحب که آمده یک دفعه خدا بنداز در این پای از این دیگه بلیس. باز بعد از او باز راست سری از او خدا بزن. بعد از او تر آیت قرآن برات میگه. نصاب تزکیه قرآن و حدیث است. تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، برنامه عملی که حدیث است. نصاب تبلیغ، کسی که تبلیغ میکنه برادری تبلیغی ما کدام کتاب فضایل که تو زیر قولت گرفته، یکی از خلالایی که تو داری نمیسته. دیگه کارا و روش بهترین کار است. الله تعالی توفیق زیاد بده. تعلیم میکنی، مردم درس میدی، خب ولی ترجمه قرآن خلاص میشه، باز به مردم چی میگی؟ راضی که لک تعلیم بکن. این کتاب الله کتاب تعلیم نبود، این کتاب الله کتاب تبلیغ نبود. کتاب تبلیغ کتاب الله و سنت حدیث پیغمبر است. کتاب تعلیم کتاب الله و حدیث پیغمبر است.
او فضائل اعمال تو حدیث های پیغمبر است. خب با تأسف که یک تعداد حدیث های موضوعی و ضعیف هم داشت جمع کرده، یعنی دیگه پروا نداره. خود تو را دعوت تنها به فضائل داده. خدا فضائل کدام فضائل؟ فضائل جهاد سنگر گرفته در بستر پشت کردن تطبیق کرده رویستی که ما اگر در زمین مسجد برایم تا مسجد دیگر را برم، بس اونمو حدیثی که در مورد مجاهد که در سنگر شو تیر میکنه او در مورد ماست. برادری تبلیغی ما بفهمی گپاره که دین باید با تمامی معنا بدانیم. ما قطع کسی دشمنی شخصی نداریم، کدام نقطه که با دین تضاد داره اونو را ما میگه. برادر تبلیغم تو خود مردم امر بالمعروف میکنی، جوڑ میاری، خود طول نمیری، نهی عن المنکر نمیکنی. یا کسی که در قبر سجده میکنی او را غرض نداری. چرا اگر این را بگویم باز نزاع پیدا میشه، حالا که پیغمبران که اول آمده من شرک کردم، من شرک کرده، این خلا تو است، این را باید بپذیریم. اما کاری تو، نظمی تو، دیسیپلینی تو، جهاد اخلاصی تو، احساسی تو، تربیت تو بالکل قابل قدر است. اولین کسی که سر سنت رسول الله عمل میکنه، محبت خطش داره، تبلیغی است. یک حدیث میفهمه سرش عمل میکنه. ما از همون خاطر سینی خدا باز بری تو کردیم و میگیم که خوب کار است، ولی خلل و نواقصی تا بگی. از هر کس ما بیان میکنیم. کسی خود دعوای سلفیت میکنه، در منهج سلف روان هستم، لیکن هر کس مشرک میگه، بیادبی میکنه، فقه را بد میگه، علما را توهین میکنه، نیست در منهج سلف. این در دین نیست. در منهج سلف مملو از ادب و احترام بوده، با وصفی که در نظریات با هم مختلف بود، لیکن قطعا منجر به این نشده که یکی پشت دیگه نماز نخوانده باشه. باز خدا با منهج سلف گفته نمیتونه. بله دین برای ما میگه، براتان معلوم شد نصاب تزکیه قرآن و حدیث، نصاب تعلیم قرآن و حدیث، نصاب تبلیغ این را باید بدانید. وظیفه و رسالت هر پیغمبری نمیگه پاست. امروز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت کرده، وجود نداره. این مسئولیت کیست؟ این مسئولیت علماست. پیغمبر که میگه که ان العلماء ورثه الانبیاء، این را در الواخوری نمیگه که وارث پیغمبر در الواخوری است. پیغمبر الوا نخورده. پیغمبر یک دفعه مدرس بود، در دقیقه دیگه در سنگر بود، در دقیقه دیگه در شورای مردم بود، در دقیقه دیگه قطع سیاسی خودکاری خانه را انجام میداد. تو نمو قسم خدمه را بگذار، باز بعد از او خود معرفی که وارث پیغمبر، که ما وارث پیغمبر هستم. ان العلماء ورثه الانبیاء. بعد از او ما به الله قسم لذتناکترین لحظه زندگی انسان کدام است؟ برادرها بعضی وقت شکایت میکنن مولوی صاحب ما اونجا را فریادین کردم زده شدم، مردم مرا لط کرد. در تلفن بر ما گریان کرد یک برادر که مولوی صاحب اینجا رفته بودم مرا لط کردن. من گفتم الله اکبر. اما لذتناکترین لحظه زندگی در این لحظه بود که یک دفعه درد محمد رسول الله را صلی الله علیه وسلم درک بکنی که پیغمبر چی سختی ها و مصائب تیر کرده به خاطر دین الله، برای اینکه مردم در جهنم نرو، برای اینکه مردم طرف کی بره؟ جنت بره. تو چی دیدی؟ ای مولا صاحب عالم وارث علما، بالله قسم در زندگی انسان از این که در لحظه بهتر نیست که تو به خاطر خدمت دین الله لط بکنی، توهین شوی، تحقیر شوی، از خانه کشیده شوی، پدر تو را عاق کنه، بکشت از خانه. خود تو افتخار بکن که الحمدلله شمع و بوی از زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیبم شد. اونو وقت باز بگو که مؤمن واقعی است که همه گفاره فقط و فقط قربانی در مقابل کی میدی؟ دین الله تبارک و تعالی. او موحد، او شریک ترجمه ما، تو باید درک بکنی. اگر همین قسم عزم نداشتی، عقیده نداشتی و همین قسم قدم نگذاشتی برای دعوت دین، برای رساندن کتاب الله و سنت رسول الله، دعوا نکنی از ایمان، از تابعداری پیغمبر، از محبت پیغمبر دعوا نکن. دعوا نیست. قرآن همینطور میگه پیغمبران این نمی وظایف پیش کرده، بیان کرده کتاب الله در طاق مانده نشده، تلاوت شده، تعلیم شده، بعد از او عملی شده، پس از او معاشره جور شده، افراد درست شده. در